سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز. امیدوار هستم که جور و صحت و سلامت و سرحال باشید. دوستان عزیز، موضوع امروزی برنامه ما در رابطه با این که افسردگی چیست و چه مشکلاتی را به بار می آورد میخوایم در رابطه با این موضوع برایتان معلومات مختصر ارائه کنم. امیدوار هستم که تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. دوستان عزیز، بعضی مریضی هاست که تنها با یک قسمت بدن انسان سر و کار دارد. مثلا اگر ما گرده درد هستیم تنها با همین مشکل روبرو هستیم، اما افسردگی یک مشکل است که کل جنبه های زندگی ما رو زیر فشار میاره. مثلا اول ما با خود ما مشکل داریم، جگر خون گرفته پریشان میباشیم. بعدش در روابط خانوادگی ما مشکل پیدا میشه، ما گوشه‌نشین میشیم، حوصله گپ دیگران رو نداریم، زود عصبانی میشیم و در محیط کار ما متاسفانه برای ما مشکل پیدا میشه. دیگه ما انرژی برای کار کردن نداریم، حوصله رفتن بر وظیفه نداریم. در درس مکتب ما مشکل پیدا میشه، انرژی بر درس خواندن نیست، تمرکز نیست، یادگیری نیست، درجه صنفی خراب میشه، ناکام میمانیم، غیرحاضری ما زیاد میشه و همچنان با مردم پرخاشگری ما زیادتر میشه. حتی در عقاید و باورهای ما را خراب میسازه. بعضی آدمای افسرده را شما حرفایش بشنوید میگن وای زندگی چی معنا داره، این چه قسم زندگی است، ما از خداوند بخی نامید شدیم. ببینید حتی در باورهای ما تاثیر منفی داره. بنان به همین خاطر است که افسردگی را به نام یک سایه سیاه یاد میکنند که بر تمام جنبه های زندگی تاثیر میماند. مثل یک دیو تشبیه میکنند افسردگی را، یعنی دیو افسردگی که شما در داستان خطرناک بودن دیو دیگه خبر دارین. شما چه وقت میتونیم یک شخص بگوییم که افسرده است؟ ای که روزی که شما دلتنگ هستین و میگن که افسرده هستین، این هدفتان یک جگرخونی است که ایجاد شده. افسردگی وقتی است که علائم میره که بعدا همراهش آشنا میشیم حداقل 2 هفته دوام کرده باشه. اگر علائم می داشته باشیم که کمتر از 2 هفته می باشه، او را نامش افسردگی نمیمانیم. از 2 هفته از نظر زمانی بگذره و یک سلسله علائمی که در زندگی ما در کاربار ما تاثیرات منفی مانده، یک استرس و رنج و پریشانی ایجاد کرده، او وقت او را به نام افسردگی یاد میکنیم. و شما میفهمید که در 3 مشکل اصلی جهان یکش افسردگی است. از نظر مشکلاتی که مربوط امراض روانی میشه، اعتیاد در درجه اول است که بیشترین مردم دنیا را متاسفانه اعتیاد به مواد مخدر خراب ساخته. دومین موضوع اضطراب یا تشویش است دوستان عزیز، که حتی اینقدر عام است که کسی را که بگو تشویش نکو یا تشویش چرا میکنی، میگه کی است که تشویش نکنه، یعنی فکر میکنه که کل انسان ها تشویش میکنه چون که زیاد هستن. و سومین موضوع افسردگی است که این 3 مشکل جهانی می باشند و همین 3 مشکل دوستان عزیز در امریکا حدوداً 10% مردم افسرده هستند، اما در افغانستان حدود 80 الی 90% است. اما چون تحقیق نکردیم آمار به صورت مشخص معلوم نیست، اما بنابراین که سطح زندگی ما پایین است، آمار این 3 مشکل در کشور ما زیاد است و گفته میشه که در سطح جهان 400 میلیون انسان دچار افسردگی و اضطراب است. یعنی اگر افسرده هستیم دیگه کم نیستن، تعداد زیادی از دیگرها هم افسرده است. در یک تقسیم بندی کلی دوستان عزیز، افسردگی را به 3 بخش تقسیم میکنند که افسردگی خفیف است که اکثر مردم ما و شما دارن و افسردگی شدید است که وقتی است که نیاز به دکتر داریم و باید به دکتر مراجعه کنیم و دوا و دارو درمان بگیریم و بالاخره یک حالت دیگر را منیک یا شیدایی یاد میکنند. و تقسیم بندی دیگه هم داره دوستان عزیز، همین افسردگی تقسیم بندی دیگه هم داره که شما میتونید برید و مطالعه کنید. خب دوستان عزیز، چرا ما این برنامه را تشکیل دادیم؟ به خاطر اینکه گفته میشه بیشترین عامل ناتوان کننده انسان افسردگی است. یعنی شما اگر کسانی را میشناسین که دست از زندگی شسته، در گوشه خانه افتیده، با همه چیز قطع رابطه کرده، یادتان باشه که اکثر از اثر افسردگی است و گفته میشه که عامل 10% زمین گیر شدن انسان ها افسردگی است که انسان دیگه از پیشرفت میمونه. به او خاطر چون عامل زمین گیر کننده است باید همراهش آشنایی پیدا کنیم. من خودم بارها یگان نفر دیدم که از پیش شکایت میکنن که آدم در خانه کار نمیکنه، نه غیرت کار کردن داره، قرار در خانه افتیده، هنوز نه قال مقالا میکنه، وقت مطالعه میکنن و چیز بررسی میکنن، میبینن که این آدم نه بد اخلاق است، نه بیکار است، نه آدم بد است، فقط مشکلی که داره افسردگی است. چون با این تو یک مشکل روبرو هستیم باید این مشکل بشناسیم و وقتی که بشناسیم میفهمیم که چطور همراهش خوب برخورد کنیم. و چیز دیگری که بسیار مهم است دوستان عزیز، خودکشی است. بیشترین عامل خودکشی در جهان افسردگی است. از هر 100 نفری که خودکشی میکنند 70 تا 80 تاش نفر افسرده است. یعنی 70 تا 80% عامل خودکشی افسردگی می باشد. شما میبینید که چی یک آمار بلندی است. به او خاطر چون حتی آدم به طرف خودکشی میبره
هیچ مریضی دیگه از نظر روانی نه از نظر جسمی به این اندازه می باشه. به او خاطر خوب است که ما امروز از این مریضی آشنا شویم. و متاسفانه گپی که است، از بین آدمای افسرده تنها 30% میره برای کمک گرفتن پیش دکتر، 70% کل عمر افسرده سپری میکنن. و از این 30% هم که میرن پیش دکتر، بدی گپ دایی چی است؟ بدی گپ دایی از دوستان عزیز که 15% تداوی را نیمه میمانن، چون تداوی افسردگی زمانگیر است و حداقل باید 6 ماه دوام کنه. بنابر دلایل همین تداوم نمی داشته باشند، بنان 15% تصمیم بر تداوم و حل مشکل خود میگیرن و دیگران متاسفانه کل زندگی رو با همین یک حالت ناتوانی و یک حالت بدون انرژی سپری میکنن. و حتی شاید بگن که این کار خو میکنه، مثلا این کارایی داره، مثلا درست است کار میکنن، اما کاراییشان بسیار پایین است. اگر افسرده نمی بودن شاید به صورت بیشتر تاثیرات بیشتر می داشتن در زندگی، اما چون یا افسردگی دامنگیرشان است، مثل که یک بار اضافی در شانه هایشان باشه. معلوم دارد دیگه وقتی که بار در شانه های باشه، بعد از یک مدت زانوهای درد میگیره دیگه، توان ایستاد شدن نمی باشه. و موضوع دیگه که خیلی مهم است دوستان عزیز، که این مریضی 2 تا 3 برابر در خانم ها بیشتر است نسبت به مردها. دلایل مختلف براش پیشنهاد میکنن، مثلا تغییرات هورمونی که در خانم ها واقع میشه، موضوع حاملگی، وضع حمل و کلان کردن طفل و همچنان متاسفانه شرایط سختی که بر خانم ها بوده در طول تاریخ، در تمام جوانه خانم ها زیر فشار بوده و همین فشار و وظایف که بالایشان هست میتواند متاسفانه زمینه را برای افسردگی پیششان فراهم کنه و زیادتر بسازه. اما خوشبختانه خانم ها یا زن ها زودتر متوجه میشن که افسرده هستند. مردها یک کمی گم و گیج هستند، از حال خود زیاد خبر نمی باشند، ولی خانم ها زودتر متوجه میشن که والا حال ما خوب نیست و همچنان زودتر اقدام میکنن، میرن پیش دکتر. اما مردها اول زود نمیفهمند که افسرده هستند، بعدش که میفهمند میگن نه والا عقلی دکتر کلش در جیب ما است. برای خود یک عیب میدانن که برن یا شر میدانن که حاضرشن برن پیش دکتر و این گپ تداوی کنن. و گپ دیگه که دوستان عزیز هست که این مریضی که هست از طفل گواره گرفته تا مرد پیچ سفید، تا زن پیچ سفید و مرد ریش سفید را مصاب میسازه، اما بیشترین آمار بلندش در دوره جوانی یا میانسالی می باشه که در این سنین بیشترین آمار می داشته باشه افسردگی. ای که چرا پیش جوانان زیاد از دوستان عزیز، اما تو که جوان در چهرهش تغییرات میآید در سن جوانی، یک آشوب در درونش هم ایجاد میشه و حتما سمینار خواهیم داشت که متاسفانه بیشترین احساس ناخوشنودی ما در دوران جوانی داریم. چرا؟ جوانها خواهشاتشان زیاد است اما امکاناتشان کم است و وقتی شما خواهشات تقسیم بر امکانات کنین، معلوم دار است که هر قدر ما زیاد خواهی کنیم اما امکانات کم باشه، مثلا جوان 1 ساعت مقبول کار داره، موتر کار داره، لباس شیک کار داره، خانه و آپارتمان کار داره، دیگه گپش بفهمه، متاسفانه امکانات زیادتر مساعد نمیشه و میتونه که یکی از دلایل باشه. و تحقیقات نشان میده در شهر و قره یکسان است. این نیست که بگوییم مثلا در شهر چاریکار کم است اما در قریه زیاد است و متاسفانه از بس که افسردگی در جامعه زیاد است، کل ما تجربه از این داریم. یعنی بعد از هر شکست و هر ناکامی و هر مشکلی که در زندگی ما میتونیم افسردگی رو تجربه کنیم، چون انسان احساسات داره و عوامل بیرونی بالای احساسات ما میتونه تاثیر منفی بانه و علائم افسردگی پیش ما به وجود بیاد. بنان از بس که زیاد است این نامش را موندن سرماخوردگی روانی. و برای افسردگی یک تعریف کردن، میگن که افسردگی گیر کردن در مرداب گذشته است. هر کسی را که دیدین که گفت ای وای چنان شد، چطور شد و چسبیده به گذشته و خود رنج داده میره، بفهمین که میتونه یک مشخصه افسردگی باشه. افسردگی گیر کردن در مرداب گذشته و ناتوانی برای ساختن آینده است و شما وقتی در مرداب گیر کردین آینده تان را ساخته نمیتونین. هر قدر شما به گذشته میچسبین از پیشرفت میمانید. هر قدر که فکر خود درگیر گذشته میسازین که در گذشته چنان شد و چنین شد، خود ذهن و انرژی ما درگیر از او میشه، مانع میشه که برای آینده خود کاری بکنین. و دوستایی که دنبال موفقیت هستین، بزرگترین مانع موفقیتتان افسردگی است. چرا؟ آدم در گذشته برک میته، ناتوانی در ساختن آینده و درک نکردن لحظه حال ما و شماست. لحظه حال درک کردن نمیتونیم، از لحظه حال لذت بردن نمیتونیم و در گذشته برک میکنیم. وقتی در مرداب گذشته هستین و برای آینده تان هم کاری از دستتان بر نمیاد، خب معلوم داره که از زمان حال خودم لذت نمیبرین، در زمان حال خودم رنج میکشین.
خیر میبینید که کل عمر ما رو تلف میکند، عمری که باید برای پیشرفت باشه، برای تاثیرگذاری باشه، برای خدمت باشه، برای رشد و تعالی ما صرف شوه، متاسفانه و کلش در رنج و غم و افسردگی سپری میشه. و یکی از شاعرای بزرگ ما افسردگی را با مردن تشبیه کرده، گفته دل که افسرده شد از سینه بیرون باید کرد، مرده هرچند عزیز است نگه نتوان داشت. همونطور که میگه مرده عزیز ماست ولی مجبور هستیم بریم دفن کنیم. قلب افسرده، دل افسرده اونمو تو یک دل مرده است و واقعا یک انسان افسرده از نگاه روانی یعنی روانش مرده.